وای کلکی اوچه وای دخترک بی زبانی ما الهیم خوشبخت شوی وای مدیا بیاده کلان کردم دختر جو برای خودم بخت ندادی اقلا برای دخترکم بخت خدایو همین دختری معیوبی من غمش خورد. سلام بانوانی عزیز، فرصت اون رسید که من خود را همچون تاجیک زنی که عنوان بریلیانت و مستر در شرکت اتمی کره صاحب گشته است شناس نمایم. طول 1 سال است که اعضای این شرکتم. با سری بلند و دلی پر به شما میرسانم که بهترین شرکت، بهترین کار، بهترین محصولات ها برای زیبایی، برای سلامتی و در نوبت خود درآمدهای پولی را از شرکت اتمی گرفته می توانید. مبلغ‌هایی که عین حال در نوار می‌بینید این همه ثمره مهنتم در شرکت اتمی است. بانوان عزیز، عین حال معاش یک ماهه من از 200,000 روبل روسی عبارت است. برای معلومات پوره اویدی کار می توانید به رقم‌های روی اکران زنگ بزنید. ما دیروز حصار دهه مرتپه رفتیم. ما را دادری آوازخوانی زنده‌یات تاج‌الدین محیدین خیلی خوب پیشواز گرفته از اومدنمان شاد شدند. پروانه تاج‌الدین دختری سرونده مرحوم دست پیشی بر خوش آمدید گفته ما رو به خانه تکلیف کرد. در خانه همگی مشغول صحبت و اطراف ثبت کینو کلیپی پروانه صحبتی گرم داشتند. چشم ما زود به هنرپیشه دوست داشتنی گلبیبی عبدالخیر افتاد. آن کس با شوخی‌های نمکین ما را از خنده بیهوش کردند. چنانه که در نوار می‌بینید ما رو دیده زود از شوخی‌ها بیرون شده چند سخن ابراز داشتند. امروز تیاری هم ما با کلیپ پروانه خان کینو کلیپ فیلم بهترین باید شود. روزهای نزدیک انشالله روزهای نزدیک منتظر باشید. سالا جان خوش آمدید. اپای نوز خوش آمدید. نازنین اپا و اکتریسای بسیار هم زیبای ما سارو عبدالخیر سر این دسترخوان اشتراک داشتند. پروانه دسترخوانی پرناز و نعمت آراسته بود و همراه ما در گرد دسترخوان ببینید مهربان برنده رادیوی نامداری آزیا پلیوس همراه بود و چند سخن کرد. کلیپ میکر برهان سفروف و یاردمچیش فاضل شاه نیز ما رو همراه بودند. در اینجا چی گپی رفته است؟ گپی سریوز نی؟ دخترک برای چی سوز کردی است؟ بشه کجا میبرن؟ عروس هم بیای؟ اوه دختر مسعود دوستم و نزدیکش ندادم. روزی داماد. میگن داماد 2 متر راست است؟ دراز داماد. همین خبرچی خسرو با عقلش نمیگی. کیستش نمیگی کیستش. دخترت 5 پنجه شونه یا نه؟ دختری من 10 تا پنجه شونه من رستم وقتی سرخوری نداشتم و دویم پریژیوت میکردم که آیا کلیپ چگونه میبرآمده باشد. با دوی کلونو ما خلاصه سیومکای کلیپ رو سر کردیم. من برادری مهربان یعنی برادری داماد، مهربان باشد داماد، اپای گلبیبی باشد اوچای سارا و نوش باشد اکای سارا. خلاصه توی سر شد. داماد به سری عروس رفت و در راه کودکچه ها راههای بستند. عجایب شد نکیم. اکای سارا و نوش از ماشین فرامده در حال تنگه داده کودکای دور کرد و ما همگی رهسپار شدیم به خانه ما. تقدیری بدی عروس در آن بود که او گنگ بود یعنی عروسی گنگ. ما رو زور پیشواز گرفتند. دوامش در کینو کلیپی پروانه تاج‌الدین به نزدیکی از یوتیوب پیشکش می‌گردد. توی قدیمه و رسم و رسوم پیشینه چقدر نقض بوده است. ما راستی اون دوره نبودیم ولی برایمان خیلی شوق‌آور نمود. یک چیز نگفته نماند صبح در این خاندان خواهری تاج‌الدین محیدین زنده‌یاد شیر برنج پخته نزد ما مهمان‌ها آوردند. نصف روزی باشد کباب از گوشت گاوی بقه خوردیم. ما رو عجایب مهمانداری کردند و ما از اپای پروانه از زمین تا آسمان می‌ندور گشتیم. این مرد در نوار جورای جانی پدری پروانه است. با علم چند حرف اطرافی جوره جانش گفت لیکن گریه گلوگیرش کرد. ما خیلی هم زیق شدیم. خلاصه اگر ذریعی کامیرای ما نمیمرد من همش رو به شما پیشکش میکردم. السلام علیکم، خوش آمدید برادرها و دهه مرتپه و خانه اکای تاج‌الدین. این انسان یک شخصی بود که ممکن اسرار گذاره به هم خیلی حافظ خود در روی همین صحنه بروید. این یک
شخصی نو تکرار میشه. شما با این خانواده چی میشه؟ با توجدین مویدین کی میشه؟ همسایه میشه. من انسان ما هیچ وقت گندگی آدم ندیدیم. اون کار بودی آدم ندیدیم. دوره کودکی شما یک جا گذاشت؟ دوره کودکی ما در این موقع در این بری خاکندای آب. همراهی اکای توجدین. روحشان شاد بود. روحشان شاد بود. خنده کنه گل بخندان تصدقه ای غنچه دهان زیره دندان تصدقه یا خنده کنه گل اخیراتش آورد بود. هر باری بایدتان میبید زیخ میشود؟ من باور که تو حاضره اینم تو حاضره که من موی تنها میخیزه که میخینی سنو خواهی بین موراتان و میشونیم بسیار بوده برای همین جمهوری ما تویشون بسیار دارن یکی تویشون بسیار امروز فرزندان شما پیروی کسی پدر چی گفتنی؟ فرزندان شد فرزندان خوب کم کم خیلی کریسیان حافظی پدر در رفته سیان خودش فرزندان خوب برادرشان برادرای خوبه همه گردون کاملی ندارن یادش کرده؟ البته ما هم وقت در یاد ما هم وقت ما نمیگیم انسان از جان رفته ما هم وقت در قلب ما در دل جگر ما میبینیم که این زورا بود سم میشیم که ما ایده های ما هم احتلای ما دور شویر بگیم دوشتیم هم خیلی یادم اینا هم خیلی صفی هم خیلی بسیار شوه بچه‌های بنان شوان بناموز شوان پیگیری من پدرشون شوان سلامت باشید. انتظار کینوکلیپی ما و سراینده محبوب پروانه توجدین باشد. خیر همگی.